توضیح کامل پولس، نحوه کارکرد و مواردی که باعث خراب شدن پولس می شود. تا آخر ویدیو با ما باشید. پولس در واقع قطعه‌ای از قطعات جلوبندی ماشین است که برای انتقال نیرو به چرخ‌ها به کار می رود. این قطعه از یک سو به دیفرانسیل و از سوی دیگه به چرخ‌های ماشین متصل می شود. چرخش دیفرانسیل خودرو از طریق اتصال پولس به چرخ‌ها باعث حرکت کردن ماشین میشه. از اجزای اصلی پولس میشه به گردگیر، سه شاخه و سرپولس نام برد. حالا چه چیزایی باعث خراب شدن پولس خودرو میشه؟ مورد اول پاره شدن گردگیرهای پولس. مورد دوم رانندگی با دنده اشتباه و به اصطلاح دنده مرده. مورد سوم ترمز زدن بیجا و یه دفعه‌ای. مورد چهارم و پنجم رها کردن ناگهانی کلاژ و بوکسل کردن وسیله‌ای که وزن بیشتری نسبت به خودروی شما دارد. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.